استاد حفظی پر، سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. از اینکه دعوت آکادمی تخصصی پیانو سی رو قبول فرمودید ازتون سپاسگزار هستم. سلام، خواهش میکنم. منم خیلی خوشحالم، باعث افتخارم، در خدمتم. زنده باشید. میخواستم سوال کنم نحوه ورود حضرت علی به دنیای موسیقی چگونه بوده؟ عرض به حضورتون، من هم از دوران نوجوانی وارد هنرستان موسیقی تهران شدم. دیگه فکر کنم 13-14 سالم بود. از اونجا دیگه استارت زده شد تا الان در خدمتتونم. استاد چرا ساز اوبوآ رو انتخاب کردید تو سازهای مختلفی که در اون زمان وجود داشت؟ عرض به حضورتون، واقعیتش من با آشناییم با ترومپت بود و علاقه داشتم که ترومپت بزنم. سیستم مدرسه یه جوری بود که شما وارد می شدین، یه بخش خواسته خودتون بود، یکی هم که استادها انتخاب می کردن. من شناخت آنچنانی از اوبوآ نداشتم، جسته گریخته توی فیلم ها، تلویزیون، نوارا و موقع گفتن نوار و اینا باهاش آشنا بودم. از روز استاد اوبوآ هم به خاطر فیزیک من، چون لب خیلی باریکی میخواد و انگشتان به خصوص میخواد، از این جمعی که اونجا بچه ها بایستا انتخاب شدن یک راست اومد سراغ من، با این تضمین که اگه حالا خوشت نیامد میتونی سالهای بعد سازت عوض کنی. که دیگه ما انقدر درگیر این ساز شدیم و مجبور شدیم دیگه از فکر ترومپت بیرون اومدیم. استاد از نوازنده های دوران خودتون که همین ساز رو کار کردن افرادی به خاطر دارید؟ بله، جفتشون آقای صحبایی، آقای انتظامی که معلمان بودن. در این بین یک آقای کریستو توفیشف بلغاری، ایشون هم در این بین چند سال هم با ایشون کار کردم. استاد چرا مخاطبین موسیقی کمتر به یادگیری و نوازندگی سازهای ارکسترال میپردازن؟ خب یه بحث فرهنگی هست. نوع موسیقی که تو هر کشوری وجود داره، فکر کنم که مقتضیات اون نوع موسیقی ایجاب میکنه که حالا آدم ها گرایششون فرق کنه. تو موسیقی ایرانی بحث سینه به سینه خیلی متداول اینا، بنابراین اونجوری موسیقی آکادمیک تا چند سال پیش اصلا مطرح نبود. تو استاد به شاگرد و سینه به سینه و اینا. اما خب تو غرب یا این موسیقی کلاسیک قدمت 300 ساله 400 ساله هست و اینکه کسی فرمودین که چرا راغب نیستن، اگه کسی میخواد واقعا موسیقی علمی کار کنه، یعنی میخواد به عنوان حرفش استفاده کنه، بنابراین باید تصمیم بگیره که آقا من اگه میخوام توی موسیقی حرفه‌ای کار کنم، خب باید تحصیلات آکادمیک هم داشته باشم. اینی که حالا دیگه برمیگرده به اوضاعی که در جامعه نسبت به این هنر وجود داره. استاد مهمترین اساتیدی که رو کار حرفه‌ای شما اثرگذار بودن چه افرادی بودن؟ در زمینه یاد گرفتن ساز یا توی ارکستر؟ هر دوشون رو بفرمایید. خب مسلماً آقای انتظامی سالهای زیادی معلم من بودش، نقش بسزایی داشتن ایشون و تشکر میکنم اینجا ازشون. هر روز تو ارکستر هم خب رهبرای زیادی اومدن رفتن، خارجی داخلی، یا تو موسیقی ملی آقای فخرالدینی. حالا رهبر اون چون مدت کوتاهی شما باشون، در سطح تجربه فقط یه چیزایی ازشون یاد گرفتم.
استاد جایگاه موسیقی ایران رو تو دنیا چطور ارزیابی میکنید؟ راستش موسیقی ایران الان خیلی مهجوره، یعنی شناسایی نشده، وگرنه از نظر بنیه و عمق خیلی موسیقی پرباریه. شما فکر کنید مثلا از باربد و نکیسا بگیرید بیاید، چه تاریخی این موسیقی پشت سر گذاشته. منتها عرض میکنم چون سینه به سینه بوده، ثبت نشده، تاریخی نشده، اینا یه خود محجومونه، وگرنه واقعا از نظر غنا خیلی موسیقی پرباریه. موسیقی ایرانی آیندهش رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیندهش رو من فکر میکنم که الان چون موسیقی یک تبلیغات رسانه‌ای احتیاج داره، هر هنری. اینجا الان خیلی رسانه‌ها نمیپردازن به این مقوله، ولی من تو جایی که حالا به حسب شغلم میام بسیار جوانای با استعداد، میتونم بگم نخبه، هم تو زمینه آهنگسازی هم تو زمینه سازا، واقعا خیلی امیدوار کننده است. درباره سلیقه موسیقی مردم ایران چه تحلیلی دارید؟ ببینید موسیقی، حالا نمیدونم، هر ژانری رو که تو هر کشوری بیشتر بهش پرداخته بشه، ناخودآگاه گرایش‌ها به اون سمت و سو میره. اینه که به نظر من تو هر جای دنیا یک بخش اعظمی از موسیقی رو دولت‌ها ساپورت میکنن، حمایت میکنن، تبلیغ میکنن، بخش زیادیش هم بخشای خصوصی، ژانرهای خصوصی اینها دنبال میکنن. اینه که توی کشور ما الان موسیقی ایرانی نقش خوبی داره. این من الان میبینم خیلی جوونا یا عمدتاً دنبال موسیقی ایرانی یا پاپ. درباره افرادی که اسمشون رو خدمتون عرض میکنم با چند جمله کوتاه نظرتون رو بفرمایید. استاد محمد رضا شجریان. خب ایشون که دیگه استاد آواز ایران هم دیگه، شکی نیست، استاد تاریخی آواز ایران، تاریخ معاصر. با ایشون، با استاد شجریان، ما چند تا کنسرت با ارکستر ملی داشتیم در اصفهان، شیراز، تهران. آقای همایون شجریان. نه با ایشون متاسفانه فقط در شاید چند تا ضبطاشون رو زده باشم اینا. آقای محمد اصفهانی. آقای محمد اصفهانی هم کارهای ضبطیشون رو خیلی زدم، چون اکثر آهنگسازیشون رو آقای فؤاد اجازی میکردن. اکثر ضبطایی که او داشته زدم باشه. آقای شریف لطفی. آقای شریف لطفی هم موسیقی فیلم چند تا ساخته بودن و یک ارکستری بود در فرهنگسرا، به اصطلاح میگفتن ارکستر فرهنگسرا. من مدتی افتخار شاگردیشون هم داشتم. واقعا تو مسائل اجرایی موسیقی خیلی به من کمک کردن. زیر نظرشون هم تو ارکستر فرهنگسرا بودن، مدتی رهبر ارکستر بودن. آقای حسام الدین سراج. آقای حسام الدین سراج هم باشون تو ارکستر همکاری داشتم، توی اصفهان، تو تهران. استاد تجویدی. استاد تجویدی هم کاراشون تو ارکستر ملی میزدیم با آقای فخرالدینی. استاد همایون رحیمیان. استاد رحیمیان که دیگه دوست صمیمی ما هستن و همه جور باشون افتخار همکاری داشتم سالها، تو تلویزیون، کارهای ضبطیشون تو ارکستر ملی. استاد هادی آرزم. آقای آرزم که دیگه استاد بندن، هم رئیسم بوده تو هنرستان، هم واقعا ارادت دارم، هم از نظر شخصیتی هم فنی. واقعا خیلی به درد موسیقی این مملکت میخوردن و رسیدن. استاد کریم قربانی. خب آقای قربانی از زمان مدرسه همکار بودیم دیگه، هم کلاس و هم توی ارکستر همکار و دوست صمیمی من.
استاد خورشیدفر، مرحوم استاد خورشیدفر. مرحومم در ارکستر دیگه. حالا ایشون چند سال من بزرگتر و زیاد تو هنرستان زیارتشون نکردم، ولی سالها تو ارکستر سمفونیک در خدمتشون بودیم. استاد جاوید مجلسی. ایشون هم همینطور، ایشون هم تو هنرستان همکاری داشتیم برای تدریس و اینا، هم سالها واقعا کمک‌های زیادی به من تو ارکستر کردن، نظر راهنمایی کردن، تجربه. استاد درباره چند تا از موسیقی هایی که خودتون کار کردید، حالا چه ساختن چه به صورت نوازندگی، اونهایی که براتون خیلی شاخص‌تره، اسم چند تاشو بفرمایید. خب اغلب کارهای استاد فخرالدینی واقعا شاخصه دیگه، یا مثلا کار هزار دستان استاد حنانه، کارهای آقای روشنروان، حالا حضور ذهن ندارم ولی اساتید بزرگی هم و واقعا موسیقیشون درخوره. استاد با توجه به بازدیدی که امروز از آکادمی تخصصی پیانو سی داشتید، نظرتون رو درباره آکادمی ما هم بفرمایید. واقعا من سورپرایز شدم. حالا نه اینکه حالا چون دارین با من صحبت میکنید بخوام نظر خاصی بدم، واقعا میگم عرض به حضورتون خیلی عشق میبینم اینجا و انرژی جوانایی که جمع شدن واقعا شگفت زدم کرد. این همه انرژی و این همه موشکافانه و ایده های نو خیلی برای من جالب بود. واقعا بهتون تبریک میگم، خیلی زحمت کشیدین. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید، تشریف آوردید. انشالله سالیان سال سایتون رو سر موسیقی کشور ما پاورجا بمونه. اختیار باعث خوشحالیمه. خیلی خوشحال شدم. لطفتون زیاد. ممنونم.